برادر آوازخوان شناخته تاجیک سروناز یوسفی سعید جعفر در سن 38 سالگی از دنیا چشم پوشید. در این باره خود هنرمند مشهور در صفحه اینستاگرام خود چنین نگاشته است: مرگ تو ای دادر غور مرگم، جسم و جانم را سوخت. سعید جعفر 38 ساله ام. 38 سال این شیرینی عمر تو بود عزیز دل اپا. حال و سوزش مادر از دلم نرفته بود. تو باشی برفتنت در زخمهای تازه‌ام نمک پاشیدی. شیرین سخن اپا. شنیدم که پدر و مادر میری میراث است، اما فرزند پدر تری الماس بوده است. امروز تو برای همیشگی این دنیا را پدرود گفتی و اپا جان گویی های پیش از مرگ در گوش هایم صدای داده ایستاده است. چقدر تو را وصف کنم اما کم است، زیرا درد دل من زیاد است، قلم می شکند. تو دادر نبودی که سخنی بلند رویم گفته باشی. تو آن نفر نبودی که کسی را آزار داده باشی. با همه زبانی شیرین داشتی. خداوند جنت الفردوس را برایت نصیب کند. خداوند رحمت و مغفرت کند. خداوند عذاب قبر را برایت حرام بگرداند. خداوند سر پول صراط را گذشتنش را برایت آسان کند و از حفظ کوثر سرابت کند. دادر غور مرگم، دیدارا در قیامت، دادر شیرین، دادر قد بلند، دادر قاش سیاه اپا. چنین نگاشته است با غم و اندوه بپایان آوازخوان شناخته در صفحه اینستاگرام خود و چندین هنرمندان و روزنامه‌نگاران شناخته از جمله شاعر بانوی رحیم جان، آرزوی سایه و زینورا پولاد و حبیبه دولت و جمیله کریم و ده ها همکاران و همکسبان و هزارها مخلصان و هنرمند شناخته همدردی بیان کردند. ما نیز از کانال مهراب پرو دعاگوی آن هستیم که منزل آخرت برادر عزیز ما آباد باشد و به سروناز و اهل خاندان او از درگاه خداوند صبر جمیل را طلب داریم. شرکت صوف سودا داروهای را پیشنهاد می‌کند که برای زیاد کردن ریش و برآوردن موی سر و همچنین برای بیماری پسریازو و با قوت کردن قوه مردانگی بیماری پوست، داروها با نماد کپسولا الهدایا و روغن سیاه‌دانه که به صدها در دوا هستند پیشنهاد می‌نماید. داروهای BCA، پروتئین و گنرهای صوف سودا به درد شما حتما دوا می‌بخشند. دستافка به همه شهرهای روسیه از 3 ساعت تا 5 ساعت. از نام کانال مهراب پرو سلام فرستید، زکات کنید و تخفیف ایلاگی را به دست آورید. تلفن ها برای تماس در روی اکران.